حاجکن مونده است، عینی مونده است، خوجان مونده است. حالی شهر کلاب مونده است، حالی ختلان مونده است، خوجان. آخه تاجیکستان عبارت از یک واسی خوالینگ نیست، یک مملکت کلان است. یک همون خریطه نقض نگاه کنید، همون نامه بسیار نوشته است. برای همین امروز مردم کدوچی، واسی، خوالینگ، ختلان، تاجیکستان داریم که زنه که میگن که تو باید افتخار کنی. آخه میگن چطور افتخار کنم؟ میگم یک پات پیشمان گردت راست بگی خودش افتخار میکنه. رفیقا از همه کاری همین حافظ آسان است. همین در حیاتش 10 سرود این به سرایا داخل نداره. در همین حیات فعالیتشون 10 سرود تیار میکنن. همین کودکیشون تا مردنشون میخورن او سرود نو. ما یک گپ 2 بار بگیم میگه دیگه گپ ندارید. همین روز یک گپ 2 بار بگم. من از که همین سید بخاری پرار سال 3 سال پیش دوره همون دشواری با فیضلی حسنف زهیر روان میکنم. یک مملکتی بسیار ویز در افریقا، مردمش سبزینه است. با درجه سبزینه است که او را شو نمیبینیش. رنگ همون تگ دیگاه شیرپزی هم خیلی است. اینا همونجا چی کاری ده میروم با اون مردم معقول میشد، میگن همین یک 2-3 سال ما اینجا کار کنم. بعدی سید بخاری هم میگه میستی، میگه خیلی اجازت باشه نیست موقع 3-4 سال کار کنیم. بعد میگه خیلی 1 سال 20 دقیقه 1 سال میستم معقول میشد، 2 سال میستم، 3 سال میستم. بعد میگن خیلی برم 1-3-4 سال جمع میکنم. بعد میبید فیضلی ناحیه مسکو میبید کرتای سفید نیم آستین، یک شلیپایی که از آفتاب قریب 2 کس پناه میکنن، همون در سرش شارتی پوشیدگی، از پوست کیم کدام یک درخت یک بسناش که پوشیدگی و یک زنجیری طلایی در دستش هم خیلی آمدگی در گردن یک میمونک در گردن کشیدگی. اوجه هم خیلی اکنون ماده بوده است، قاعده بوده است. میآید آب ضیافت بسیاری میکنن در ناحیه مسکو. بعد بیگانی همون دوستا یار و رفیقا، همون همسین و سالا که بسیار کارهای شایسته و ناشایسته کردگی بودن در وقتش جمع میشن. دیگه اون طرف او چخیله اون مردی این طرف دیگه نغزه آخر فیلش رنگی همین فیل ماه همین خریب که لیج میگردن. لیکن خیلی عادت میکنی، مرم که های نمیدن خیلی لیج میگشتم. لیکن نه میگه تو بگو که زنکاش چخیله زنکاش چی آدمگری دارن، بگو آدمگریشون نغزه. همین یه روز با کم کم میخورن و زود میخورن. نه میگه گفمانو که زنکاش چخیله. آوش میگه همین تابستان و زمستان آوش گرمه. بخور میدره آوازی میکنی میبروی. تو گرد یا که زنکاش چخیله میگه آمد و رفت داشتیم. سالش 12 همه میگه همین درختاشون میوه میبنده. هر 3 ماه گل میکنه و میبنده. بعد یک تاش میگه تو گپ بس که آخه همین زنکاش کتی چی فش کدی؟ که بعد این میمونه که سر گردش میگه که اوتا تا این مردک چی طریقه گران کرده سر؟